مبارک مناسب دیدن اکبر سالهای بسیار زیاد کردن مناسب بینی همه اهل جمعیتی ما چی مقصد و چی ارزوها دارن خود دینی است و خود دنیای خدا اونا با فضل و کرامت پروردگار خیر بگردونی اونایی که اینجا آباد کردن رفتن خدا اونا قبرهاش نپرون آخرش آباد بگردونی همیشه هم قشلاقی ما سالهای بسیار جوانمرد و جوانزن ها همونجا رفته یعنی زیارت کرده یعنی با الله دیدارش خدا خواهر رحمت شو مشرف شید نشه خدا مناسبینم پیامبر علیه السلام ان شاء الله خدا خواهد قبرشون زیارت کردن شه خدا مناسبینم چی مقصد و چی آرزوها داریم خدا ما با فضل و کرامت باراده خیر بگردونیم همیشه دولت و متین آسایشته خاطر جمعی از بلاهای عزیز سمای خدا ما خودش نگهبان باشه من چقدر که برادران چقدر مصیبت دیدم خدا همون مصیبت دادم خدا ما صبر کرد گذشته باش رحمت سایشته جنت شد سلامت باشید مردم حج رفته اومده گاو گوسفند کشتیان من حاجی گفته این درست است یا نیست من ببینید حج همین خشم درک نکی من آدما که 5 وقت نماز میرن هیچ کس تعریفش نمیکنه درسته نماز جمعه میخونن هیچ کس مبارک بادش نمیکنه درسته همین حج یک تا ستون اسلام است شما درست فهمید اسلام خدا خواهد ای 5 تا ستون عبارت است
کلمه شهادت، 5 وقت نماز خوندن، روزه ماه شریف رمضان گرفتن، طواف خانه کعبه کردن، زکات دادن. این طواف خانه 5م فرضه. در عمرت 1 مرتبه میگه امام اعظم اگر در عمرش 50 سال خدا عمرت 1 بار رفته کرده بیای ای گردن ساقط میشوه. این شرط نیست رکلام کردن گاو کشتن امسا گم کنه. برای چی؟ آدم ها حج نرفته سیان که اومده با خدا خواهد 500 تا تسبیح میارم یعقوب چه خدا خواهد این محلا گاو کشتن نکن، این محلا گوسپند کشتن کن. این بدعته. در هیچ جای حج نیستگی نیست. یگان باب چی نکی حج که رفته اومدی خدا خواهد یا بارا بانکراج مرده بره دنیا تا بروته مردم که جاش نیست. خیلی اومدی خدا خواهد شما هم چیز تامه کن نیای خونه. همی اومده عمر جان خیر ای حج اومده جای مبارک یک دعا کنه گو دعا شگی و برفتنگی و بوسه کردن و طواف کردنش حرامه. یک وقتا یک جور دیدم همین آدسته هم کپا آدم ها گیتا سودیان ها این مبارک توبه کردم من چشم مبارک. این چی خیلی خلقمه؟ ما کای مسلمانی حقیقی میشیم؟ کای ارگینال میشیم که این چیزها را گم میکنیم تمام مردم حاجی شده بیاید؟ همین تاثیر بعضی ها نرفته است که 5 میلیون 15 میلیون برای با 15 میلیون دیگر اینجا راسخود کردن کار بده. این دروغه این نیست در اینجاش. اومدی خدا خواهد خدا مبارکت کنه برو هم مسجد برو همجا ببینن. شرط نیست خونه این اومده 150 تا آدم اینجا آچوریت سودا خدا خواهد اینجا این چیه این رکلام مشید رکلام مشوه شرک میشوه. پیغمبر گفتن که شرک دو گروه میشوه شرک الاکبری و شرک الاصغری. شرک اکبرش به خدا شرک آوردن. کسی که خدا نه بچه داره میگه زن داره میگه فرزند داره میگه دختر داره میگه نسبت اگر بهاتیه این شرک است. شرک اصغر میگه ریا و شرک کن. ریا خود نشونتی رکلامه مردم من تعریف کنن حاجم گوان بالای وی برارنم توافم کنن زیارتم کنن گوی شرکه ای خدا دو نشید همسی یک شوک خیور هیچ کس نگو یک شوک در کمتر راست که سکنک من حتی بچه ما بای بچه هم تا باب کرده برفت که یکان کس ندونستش یا محلی دیده میشه در حج گشتی او برادر تا حج رفتی اومدم برای خدا اومدم من برای رکلام اومدم هم تا آمد مسجد اومد هم دیدش نه مرکه کرد نه چیز داد نه چاره داد انا حج ارگینالش این بسیارش رکلام من تعریف کنن فقط بوله مرکان من او بولو برورنم این گوی این شرک من ثوابش هم نمیمونه پیشی الله نه جزا میگیری برعکس نکنه این کاره. برای همین انشاءالله خدا خواهد نماز خون شوی ارگینال شو. 5 وقت نماز در گردنت فرضه. 5 وقت نماز پر را کاملا خونی بنده خدا میشه الا آواره نشو تو خدا فریب کنه میتونی انشاءالله خدا قد شوی مسلمان شو. مسلمان باش از تصدیق جانی با میگومد نه اقرار است و نوک زبانی مشو بنده نوک زبانی مبادا که در دوزخ دایم نمانی. بنوی زبان مسلمان تو که تو مسلمان نمیشه. لا اله الا الله گفتی با زبانت دلت الله یکیش نه دلت محمد نه تصدیق نباشه تو مسلمان نیستی. ته حالی تو اسلام قبول نکرده. حالی تو اگر کلمه شهادت لا اله ندونی و 5 وقت نماز خون شیم نمازت قبول نیست چون که یکم شهادت داده نه یکم لا اله الا الله محمد رسول الله گفتی اسلام قبول کردی. کلمه شهادت دادی گواهی دادی که لا اله الا الله نیست خدا مگر هم یک خداست و گواهی میتیم که محمد بنده او خبرچی و پیغمبر است. گفتی 5 وقت نماز در گردنت فرض میشه. روزه ماه شریف رمضان زکات حج این حج 5 مسئله. ولی بعضی شنیدستم بعضی به نمازم حج رفته است نرو حج همونجا هم رسا نکن. اول تو 5 وقت نماز خون و حج رکلام نیست ما حاجی گوانت خدا خواهد نگر کرده خیال نکه که بالا دستاخون میبرارنم بالای خدا خواهد با این نیت رفتی حج نیست وای فرض الهیه وای رکلام نیست وای فخر نیست اومده تو کروتش عباد خدا خواهد. من حاجی گفتم امروز حاجی هم یک سوال اومده است. حاجی هستن که میگه حج رفته آمده با زن و شور رقاصگی دارن در بین مردم روز سیاه با هم حجت
تو حج رفتی خونه خدا دیدی بجای عبرت چیدن توی امر با معروف کردنت بجای خدا خود مردم و زنها را اختلاف در جامعه جمع نکردنت امروز تو خدا خود خودت رقاصه باریش هم نه ساریش گرفته شده اینطور مسخره بازی اسلام یا برای رکلام من خدا خود شما حاجیم گوال حاجی خدا خود فقط در اونجا میبینی باید حاجیه حاجی شدیم خدا خود ارگینال شو 5 وقت نه بعد داشت با جمعه نمیخونده اما اگر رفته اونجا خدا خود گناه نال ناشی دچکا نال تمام سیاه کرد من خواهده کن نه اون دچکتا خدا میدونه حالی کس نمیداند در این بحری عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق یا من قدرم بلنده یا ای برادره یا ای برادره یا ای دادره الله میدونه تو خود بهانته خود جنتی نگو نه خدا میدونه که جنتی که دوزخی حالی